سلام گودی مگه چطورین؟ به چنل خودتون هیرومیا خوش اومدید. امروز اومدیم بچه با تست میوه زیبای دایموند. آیا درست بگم اسمش این بار؟ واقعا دایموند دیگه، هیچ فرق نمیکنه. اومدیم بچه با تست میوه دایموند و بچه میوه دایموند من کجا بودم؟ میوه دایموند بچه قبلا که میوه خیلی ورشتی بود و خب با آپدیت هایی که دادن میوه دایموند رو یه میوه بهتر کردن. بچه من دوج دارم و خب دوش خیلی چرته، جدی میگم. و خب لول اپش نکردم، اگه که نشده است و کلا با توش حال نکردم باشه. دایموند میخوریم بچه، یه تست داشته باشیمش با هم دیگه، لول اپش کنیم و ببینیم کلا به خوبی هست یا نه. یم 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 بله بچه هر جا شده بکنیم ما خوردیمش. ام زدش اینه، حالا من نمیدونم زدش دقیقا چه. اوه بچه کلیک کردم کار کرده. بچه کلیکش اینجا میندازتتون جلو. پشما. بذار رو انمی تستش کنیم. خب هلو چطورین؟ مثلا رو این تستش میکنیم، میخوام کلیک کنم. دو کی دمج میده، ولی اصلا اسپم نمیشه کردش. الان بذار یه خواهم میسو تست کنم. بزنش 1 2 3 4 5. هر 5 ثانیه بچه شما میتونید کلیک کنید و بزنید و خب بولشته. همین بگم خیلی بولشته. هر 5 ثانیه بخوایی بزنی اذیت میشی. ایکسش چیه؟ او باله. ایکسش بچه یه چی پرت میکنه. حالا من درست برام داد نکردی، دوباره بزنیم. او نه باحاله. این ایکسش بد نبود. برای یه بیبی که بچه خیلی میبینی. ببین تو شاپ اینجا بخوامشون بدم اینجا هاست و خب با 1000 تا روبوکس میتونیم پرمننتشو بگیریم. میوه خوبیه با اینکه خیلی عقب که نه، منظورم که خیلی میوه چیه، راحت‌تر میشه گرفتش. خوبه یعنی بد نیست. میشه منو بزنی؟ دفعه این چی داره، خاکی داره. بچه الان تست میکنم با کسی دیگه. خوبه. ببینید واسه لول اپ کردن نه، ببینید واسه لول اپ کردن خوب نیست. اینجوری میگم واسه لول اپ کردن چیز زیاد جالبی نیستش. بمیر جدی بمیر. واسه لول اپ کردن بچه ها و فارم کردن چیز زیاد جالبی نیستش دایموند، ولی میوه خوبیه. واسه دریای اول شما میتونی بگیریش واسه پی وی پی، چون حس من واسه پی وی پی خوبه، بد نیست. به لایت و آیس و اینا نمیرسه واسه پی وی پی دریای اول، ولی خب خوبه. ولی به قبلا دایموند خیلی چرت بود، یعنی خیلی چرت بود. الان بهتر شده، واقعا الان بهتر شده. قبلا اصلا یه جوری بود دایموند، اصلا نمیشد بازی کرد بدن، خیلی اذیت میشه. بذار من یه انمی پیدا کنم که چی نداشته باشه، هیچی انمی نیستش. ببین قبلا چه ریخته بودن خدا. اینا هستن، ببینم دارن هاکی یا نه. خب بچه تست کنم اینا میتونم ما رو بزنن یا نه. آره سرم داشت. هاکی داری؟ نه هاکی نه، منو بزن. من میتونم. خب همین بگیم لوگیا نیست. به حدس میزنم نباشه، قبلا نبود، ولی میوه بدی نیستش. دیده میگم میوه بدی نیست. و زدشو بردار. زدش هم اتک میده. بچه ببخشید زدش هم اتک میده. هرچی دوره ورش هست رو میزنه. چه بد میزنی به در سگ آروم. زدش هم اتک میده و خب اطرافش رو اتک میده، رنج هم نداره زیاد. بمیر ناموسنی، رنج زیادی نداره متاسفانه. چطوری؟ دمیجش هم 4K'یه زدش. ایکسش هم 4K و 400. دمیج خوبی میدن، انتظار نداشتم. خوبه دمیجش. از البته لایت فکر کنم بیشتر دمیج میدن. بچه بزنید من اینو بزنم. بذار چیتونم بهتون نشون بدم. بذار استاسم بهتون نشون بدم. من استاسم بچه اینه، نمیدونم چجوری مکس نیست میلم.
لولم مکسه، یعنی من مکس نشده. به هر حال استرس من اینه و آها 8 دادم رو سورد. خیلی خفنم، دقت کنی هوش زیادی دارم. بس یه دور دیگه بچه بزنیم سیش واسم باز شه. واقعا مثلا سال چیکار میکنه. اسپم بدیم بذارید بچه سب کنه همشون پرشن. میخوام اسپم بدم واسه بدم کل دمیجم چه میشه. زدو میزنیم نیست دادم. خیلی از سخته ای، خیلی سخته. منم به خدا نمیدونم از توش رد شدم، مطمئنم از توش رد شدم. آره 8 که 300 بچه دمیج کل این ستاره. خب وقتشه که سیمون رو تست کنیم. میام اینجا سی میزنیم. چیکار کردی پسر؟ شو دیگه از وایس داره، از وایس پرشه، از وایس پرشه کنه پسر. از خودش یه تشعشقاتی میده بیرون. آدم درست گفته باشم نمیدونم، عجیبه یکم میوه بدی نیستش میدونم. خب واسه این میوه مسیری 112 بکم زیاده. نه اصلا زیاد آیس نفرم سریع نبود. خوبه رنجش رو ببین از این فاصله نمیزنه. این خیلی بده، خیلی بده. باید برم تو شورت طرف. بازی سیش هم همینه بچه، سیش هم رنجیه. عنوانش هم که خیلی مزخرفه. عنوانش بچه واسه ماب زدن چرته، واسه پی وی پی خوبه، واسه پی وی پی بده. الان آخر ویدیو بهتون میگم این ورزش خوردن داری یا نداره. چون ما بریم یه لول اپ ریزی بکنیم تا 110 بعد. بچه‌ها یه نکته‌ای بگم، شما باش کمبو هم بزنیم. مثلا البته کمبو نمیشه درسته چون طرف استان نمیکنه. مثلا بزنی بعد دوباره بیای روی گاد هیومن، نمیدونم هر رنگی که داری بزنی دوباره بری رو چی. کمبو نداره، جدی نداره. واسه میشه بگم واسه آیس دایموند رو نجات بدم ولی خب نداره. لول اپ کن. خب بچه‌ها ما لول اپ رو کردیم. لول اپ ایزی بود. حال نسل 100 تا بیشتر نمیخواست. میخوام بچه‌ها روی باز تست کنم. ببینم باز چیزی اسپان شده. میخوام بچه‌ها کلا این ابیلیتیاشو روی باز تست کنم. ببینم این باز اسپان شده. دهن منو سرویس میکنه اسپان، ولی خب بازم نه اسپان نشه. میره بیرون. هم بیرون نمیره. جدی نمیره. باک شد. میره بیرون. آره. تانک یو. باک شدم. ای خدا. باز گوشو گرفتم اینجا. بس کن. اسپان نه اومد اوکی اسم اومد هیچ مشکلی نه. اصلا بازی ترکید یه لحظه پشمام. چیتر بچه چیتر ها رو میبینیم. یه از چیتر رو نشون بدم. من از نه چیتر ای چیتر نامد. بچه چیت نزنید بشته به خدا. بشن یه سال دایموند هم بخوام بپرونم باید چیکار کنم. الان مثلا ویشو تست میکنم دنبال یه بازم بود. اینده که خیلی ضعیفم. اوکی رو همین تست میکنم. میام روش وی میزنم. شاید نظرم در مورد دایموند عوض شد. پشمام یه راست اینجا بزر زد کنم. یکی اینجوری میزنیم. بابا نزن چیتر. بزر بریم یه چه دیگه بچه. پی وی پی رو کنیم. پی وی پی کنیم. اینجا مشکل باش ندارم. دلقه یه پی وی پی نکرد. برام گفت چطوری؟ تیرکس هم خورده. داشتم درگیری میکردی نکنه. ها؟ پیام داره میده؟ دراگون کینگ I have mammoth let's kill. اوکی بچه بریم میخواد من خف کنه اسمم. برحال میبم دایموند میتونه خف. حتی نگرم نباش بچه من بلدم دارم. بیا
من قوی هم اونجا نگاه من داشت فکر نکنم اسمان شده باشه. اسمان شده داشت راش بلدی عجب گاویه دراگون کینگ داشت دراگونی من کینگم بهشون اسمان نشده گیر کردیم بریم بچه ما بمون رو بزنیم چرت و پرتش اسمان نشده اسکول بچه ها نظر کلی در مورد دایموند بذار بدم با زدن اینا یه نظر کلی میدم ببین یک اینجوری میزنیم بعد میاد یک زد میزنیم یکی ایکس میزنیم ایکس هم کار نکرد ولی مهم نیست وی میزنیم استان میکنه حریفو بچه ها ویش استان میکنه شما میتونید با ابیلیتی مشتتون پارش کنید دایموند خوبه حرفمو پس بگیرم بچه ها نظر کلی در مورد دایموند این حرف پایان شاخ شدی؟ شاخ شدی تو؟ یکی این دوتا این سه تا این چهار تا بابا چرا این میان نه همه دارم میان خیلی بچه ها فکر کنم قدر رنج زیاد باشه آروم باشه من اینا سریع بکنم اومده واسه دوئل بچه تیرکس چی داره عنوان داره بچه اگه خواستیم میوه بعدی تیرکس باشه تستش کنیم حتما بگید بچه نظر کلی در مورد اینکه میوه رو تست بکنیم یا نه 100% بخورید 100% بخورید بچه ها من با هم میریم اگه تونستیم میزنیم اونو مهم نیست بچه ها اگه تونستید بخورید جدی این دارم جدی میگم اگه تونستید میوه دایموند رو بخورید ولی تو دریای اول مثلا دریای اول اگه خواستیم پی 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 زیاد بکنین بخورینش واسه لول ها به درد هنوز میگم نمیخوره و بهش گفتم اسمان نشد گاوه بچه و حتی بخورید میوه خوبیه نوش جونتون اگه خوردید بچه اگه خواستیم میوه بعدی رو تیرکس باشه تست کنیم یا پورتال باشه حالا یا هر میوه باشه فرق نمیکنه من میوه رو گیر میارم بچه اگه خواستید حتما بهم بگین من میرم واسهتون یه جوری گیر میارم مرسی که تماشا کردید فالو کنید ساب کنید همه کار بگینید دمتون گرم فعلا